دوستان سلام و صد سلام، خیلی مخلصیم، همه رقمه، هر جور که شما مایل باشید. امروز یک شنبه طوریه تو ماه شهریور. این اسم شهریور که میاد آدم یاد مهر ماه میافته. دوباره باز حرفای اون مرد بزرگ کوچک اندامی که تاریخ فراموش نخواهد کرد. چه احساسی داری؟ احساس خاصی ندارم خاله. خوشحال نیستی مگه؟ نه ورشی ما هر روز ساعت 6 صبح بیدار بریم مدرسه، چه احساس خوشحالی داشته باش. بله، این هم از اظهار نظر یکی از بزرگان سرزمینمون. راستی تا یادم نرفته بگم که توی این برنامه زنگ دیکته و هواشناسی هم داریم، آگهی بازرگانی هم گذاشتیم چون این خورده وضع مالی پتاله. یه آیتم هم داریم به نام تصور کن که خیلی دل من که خیلی خوشم میاد. تشکر از نویسنده خوبمون جواد جان که این تغییرات و نوآوری ها رو به خواست خود شما در رادیو پیک ایجاد کردند. این برنامه رو هم به خاطر شما، به عشق شما، به یاد شما و برای شما آغاز میکنیم. بریم سر اصل مطلب تا شب نشده. شب که شد همش میای به یاد ما، شب که شد کجای یار من بیا، هرچی شد به خاطر خودت بیا. شب که شد، شب که شد نگاهتون همش میاد در نظرم، شب که شد صداتون همش میافت دوست دارم، هرچی شد یار من فقط بیا دور و برم. که شد شب که شد شب که شد. فر خوردم با دیدن این صحنه، حداقل 600 بار از بالا تا پایین فر خوردم. دیروز تلگرامو باز کردم، یه فیلمی دیدم که نشون میداد 2 تا از این شاسی بلندای نظامی با چند تا داعشی و پرچم داعش، اونم به صورت مسلح، دارن با 180 تا سرعت تو خیابونای شهر کرد ویراژ میدن. به همین نور حاله مموتی قسم اگه دروغ بگم. همونجا داد زدم یا حضرت امامه ناقص، این چی بود دیگه؟ من همینجور که همچنان با این صحنه داشتم فر میخوردم، یه ندایی از آسمان تلگرام اومد که داداش فر نخور، اینا داعش الکیان. بعد سپاه ماسداران هم اطلاعیه داده که هموطنان گرامی لطفاً فر نخورین، ما داریم یه مستند میسازیم. اینا همش صحنه سازی بود. عجب. البته برادرای سپاه کلن تو صنعت مستندسازی کارشون حرف نداره، در حد یه استیون اسپیلبرگن. اینا خودشون یه جوری مستند میسازن که آدم همش فکر میکنه واقعیه. مثلا چند وقت پیش یه فیلمی در اومد که چند تا زن و مرد تو زندانهای ایران داشتن میزدن، اینقدر واقعی میزدن که جیگرم کباب شد. ولی خب مستند بود دیگه، شکنجه راستکی که نبود که. یا یه فیلم دیگه دیدم عینه این فیلم‌های گنگستری مافیایی مکزیک و شیلی که نشون میداد چند تا کانتینر مواد مخدر از مرزهای شرقی وارد خاک ایران میشن، کسی هم جلوشون رو نمیگیره. اولش فکر کردم وای من سپاه داره مواد قاچاق میکنه، ولی خب خوشبختانه بعدش اطلاعیه دادن که نه، قاچاق نبود، داشتن فیلم مستند میساختن. یه فیلم دیگه هم در اومده بود که سال 88 لباس شخصی‌ها با توتا و موتور از روی مردم رد میشدن، یادتونه؟ آره، اونم خیلی شبیه واقعی بود، ولی خب هممون اشتباه فکر میکردیم. اونم سپاه داشت فیلم مستند میساخت. آره اینجوری است. همش میگی یه روز میری پیه تعبیر حرفالت هم، فرصت بده شاید بشم روشون هات باله. توی تعبیر حرفالم، منم تفسیر حرفالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت. نه خیر، گویا این ماجرای ژن‌های خوب تموم شدنی نیست که نیست. هی میخوان ماسمالیش کنن، هی از یه جای دیگهش میزنه بیرون. خلاصه لاپوشونی بشو نیست که نیست. این دفعه هم از شهرداری تهران زده بیرون و حامد مجتهدی، نوه ژن خوبه آیت الله مجتهدی، به سمت شهردار منطقه 6 تهران گماشته شد. از قضا و بر حسب اتفاق ما یک کوچولو تاریخچه‌ای هم از این تازه شهردار شده جوان سراغ داریم. مثلا تو همین چند وقت پیش کف اینستاگرام عکس‌های ژیگولی موسیقی سیخی یقه تا ناف باز بیرون میداد. چند تا ترک موسیقی رپ فارسی هم خونده بود. الان که یهو دیدیم به جای رپ فارسی مداحی میکنه، به جای ژیگولی هم کت شلوار با پیرن یقه آخوندی تا خرخره بسته. احتمالاً ترک بعدی که بده بیرون این شکلیه. حامد
منم ژن خوب مجتهدی منم، به هر جا که بخواد دلم میرسم، شهردار میشم همه کار میشم، یه روز رپ میخونم یه روز روزه، یه روز تیپ میزنم میرم حوزه. آره من ژن خوب مجتهدی منم، به هر جا که بخواد دلم میرسم. خونه مال من، ماشین مال من، کوچه مال من، شهرم مال من، اصلا هرچی که تو دارین مال من. آها بیا من ژن خوب مجتهدی منم. بیا این یه حرف حقه یا یه طنز تلخه از یه مغز بسته که فکر نفع و نفته؟ ستم کارا فقط به غارت بردن، ستم دیده ها توی حقارت مردن و تیکه های تو رو با شوق میبرن، با نهایت میل با قاشق میخورن. ولی چرا تو آرزو رو توی سینه کشتی؟ فکرت اینه که تو همیشه زین به پشتی. خدا دیرگیره ولی شیرگیره، یه روزی هم سر ستم به زیر تیغ میره. این حجم از غرب زدگی بی سابقه است. خدا رحمت کنه جلال آل احمدو که کتاب غرب زدگی رو نوشت. کاش هر کدوم از ما فقط 10 صفحه‌ش رو میخوندیم تا متوجه میشدیم که این غرب زدگی چه ها چه نمیکنه با این مرز و بوم. جان اصلا ربطی نداشت به غرب زدگی. باشه حالا ما یه تیکه انتلکتوالی اومدیم دیگه، شما حالا کوتاه بیا، ولی منظور کلی اینه که غرب زدگی نکنیم دیگه. این بازی نهنگ آبی چی آخه افتاده سر زبونتون؟ یه دانشجوی اجنبی از اون سر دنیای غرب زده یه چالش خلوچل بازی را انداخته، همه افتادن دنبالش. خدا رحمت کنه جلال آل احمدو. بعد این بازی اینطوریه که 50 تا مرحله داره، یکی یکی مراحلشو باز اجرا کنی، تو مرحله 50 خودتو از ارتفاع میندازی پایین و فاتحه. اسمش هم گذاشتن نهنگ آبی. نهنگ آبی؟ ما خودمون یه بازی ساخت داخل داریم به اسم آخوند آبی، چالش بلو آخوند. اینطوریه که مراحلشو یکی یکی اجرا میکنی، به مرحله 5م 6م نرسیده میکشنت بالا و الفاتحه. خدا رحمت کنه جلال آل احمدو. تو چالش آخوند آبی مرحله اول پرونده سازیه، مرحله دوم دادگاه الکی، مرحله سوم آبخونک مجانی، مرحله چهارم وصیت کن، مرحله پنجم هم کله سحر تناب دار و بالا raften و فاتحه. خدا رحمت کنه جلال آل احمدو. اما حالا چرا آبی؟ Mavi mavi masmavi gözlerim boncuk mavi bir gördüm aşık oldum bu gelen kimin yari mavi mavi masmavi gözler boncuk mavi bir gördüm aşık oldum bu gelen kimin yari. بنویسید سفره. در جهان 3 نوع سفره وجود دارد. نوع اول همانی است که ما بر روی آن غذا میخوریم. سر تو ورق خود باشه. نوع دوم سفره ماهی است. نوع سوم سفره انقلاب است که تمامی ندارد و هیچ کس سیر نمی شود و همه دوست دارند تا آخر عمر بر سر آن بنشینند. مثلا در سفره انقلاب ایران میانگین سنی اولین دولت 40 سال بود، اما همکنون میانگین سنی دولت 58 سال است. آقا دولت یعنی چی؟ یه بخشی از سفره انقلابه که بقیه بیشتر به پارچ دوغ نزدیکن. بنویسید میانگین از 40 به 58 سال رسیده است. این نشان میدهد که کسی دوست ندارد از سر سفره انقلاب برخیزد. آقا اجازه، صدای پای آقای مدیر میاد. بنویسید سر خط بنویسید بیشتر سفره ماهی ها گرد هستند. آرزومه که زود ساعت دیگه برسه، دفترمو در بیارم چون که تک تو مدرسه. چه خوب میشه وقتی بابا دفترمو وا بکنه، بخنده و با خوشحالی نمره همو نگاه کنه. آقا این
بچه‌های این دور و زمونه چه دل خجسته‌ای دارن ها. میگه آرزوم بابام دفتر دیکتمو وا کنه. والا زمان ما دفتر رو تو 7 سوراخ قایم می‌کردیم که بابامون نبینه. بریم یه پیام بازرگانی بشنویم، با هم دیگه فوری برمیگردیم. آیا در تابستانی که گذشت موفق نشدید به جایی سفر کنید؟ آیا با پول کارمندی و کارگریتان نتوانستید به سفر خارجه بروید؟ دیگر قصه نخورید. ما شما را به یک تور تفریحی ارزان قیمت دعوت می‌کنیم. تور هوایی زیارتی کره شمالی، 4 روز و 3 شب، هیجان، دموکراسی، موشک، بهترین گزینه تفریحی برای آنها که از نزدیک دیکتاتور ندیدند. ملاقات با رهبر کره شمالی و زیارت مرقد پدرشان، بازدید از تجهیزات هسته‌ای کشور دوست و الگو، دست زدن به موشک‌های ساخت ایران در خاک کره شمالی، پرواز در اوج آرامش پوشالی به شرقی ترین جمهوری اسلامی جهان. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 021 21 21 بازم 21. آسان تور دموکراسی. 사랑을 몰라 넌 너밖에 잘 몰라 어린애 같은 투정 그만 내줄래 넌 여전히 사랑을 몰라 넌 너밖에 잘 몰라 꼭 말해줘야 내 맘을 알겠니 그게 아닌데 촌스럽게 내게 왜 이래 내 말은 그런 뜻이 아닌데 나도 모르게 너를 울게 만들어 나도 잘 아는데 촌스럽게 자꾸 왜 이래 생각보다 말이 더 빠르게 너와 어떻게 한 번만 눈 감아줘 تصور کن این هفته رو میخوایم اینطوری شروع کنیم که بیاین با همدیگه چشمامون رو ببندیم، یه نفس عمیق بکشیم و تصور کنیم که یه تغییراتی در مملکت شکل گرفته که باعث شده دیگه هیچ آخوندی رو توی کوچه و خیابون نبینیم و کلاً هیچ آخوندی در رأس هیچ کاری نیست. نفس عمیق، چشماتون رو ببندین. از این به بعد عید نوروز و موقع لحظه تحویل سال به جای اینکه همه کانال‌های تلویزیون سخنرانی آخوند اعظم رو نشون بدن، آهنگ شاد نوروزی و صحنه توپ در کردن رو پخش میکنن. نفس عمیق. وقتی میخواین یه کارگاه تولید کوچیک را بندازین، دیگه لازم نیست سیبیل امام جمعه شهرتون رو چرب کنین و به جاش متخصصین فنی بهتون کمک میکنن که کسب و کارتون موفق بشه. نفس عمیق. آخوندا به حوزه علمیه برگشتن و دیگه قدرت ندارن. مجبورن مثل بقیه شهروندا تو صف نون و بقالی و پمپ بنزین وایسن. مثل بقیه خدمت سربازی برن و برای امرار معاششون مثل بقیه یه شغلی پیدا کنن. نفس عمیق. به به. ظهر جمعه به جای شنیدن اراجیف امامهای جمعه یه فیلم جدید پخش میکنن و دور همدیگه از مملکت بدون آخوند لذت میبریم. توی انتخابات مجبور نیستیم بین 2-3 تا آخوند یکی رو انتخاب کنیم. نفس عمیق بکشین. ببخشید. شما ادامه بدین، تصور کنین، اگرچه تصور کردنش سخت. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزادن، همه بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کرد. بریم سخن بزرگان این هفته رو بشنویم، این بار از زبان نمیرالدوله نظام جنتی. وای که جیگرمون کباب شد. یک خونه خشت و گل دارم در قم که زمینش هم وقفیه و اجاره این زمین رو میدیم، ساختمانش هم خشت و گله. این خونه را همون اوایل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی من با یه مبلغی خریدم و الانم همون خونه به حال خودش باقیه.
از نظر وسیله نقلیه یه پراید دست دومی رو من خریدم که همه دارم از اون استفاده میکنم. میگن جنتی سر به سر بمیره لعنتی، برو بر دست امام بدون هیچ صحبتی. میگن جنتی سر به سر بمیره لعنتی، ولی کن جون نمیدم من که به این راحتی. امیر و دوله اما گزارش آب و هوای امروز در صحنه سیاسی کشور. کارشناسان آب و هواشناسی کشور با رصد بیت عظما گزارش کردند که به دلیل داغ شدن بحث ورود بانوان به استادیوم‌های فوتبال شاهد بارش شدید آتش به اختیار همراه با رگبار پراکنده مراجع تقلید هستیم. آسمان ولایتشون همچنان ابری است و به همین خاطر کارشناسان همچنان استفاده از ایزی لایف را به مراجع و رهبری توصیه می‌کنند. نقشه‌های هواشناسی نشون میدن که با کشیده شدن بحث ورود بانوان به استادیوم، توده‌ای از فحش و دریوری به سمت آسمان بیت ولایت در حرکت است و در روزهای آینده شاهد آب و هوای تخیلی خواهیم بود. دمای امروز هوای بیت رهبری 56 درجه بالای صفر، دفتر امام جمعه مشهد 15 درجه زیر صفر و دمای هوا در استادیوم آزادی جای بانوان خالی. آب و هوای دل ما خوبه، هوای دل شما هم آفتابی و خنک. هوا بازم سرد میشه، پاییز میاد زرد میشه، قناریا سفر میرن از توی باغا در میرن. هوا چه سرده اینجا، جنگ و نبرد اینجا. هوا چه سرده اینجا، جنگ و نبرد اینجا. بارون میاد تو کوچه، تو خم و پیچ کوچه، درخت خون خوابه تا سینه توی آبه. هوا چه سرده اینجا. یک طرف ماجرا تو بودی که روی شانه‌های خستت نان خانوادت را کول به کول و مرز به مرز می بردی. طرف دیگر ماجرا آن دژخیمی است که روی کمر کانتینرهایش نان دزدی را خروار خروار و قاره به قاره می برد. سهم تو از کول پشتیت گلوله است که در سینه‌ات می نشیند و سهم آن دزد دلار سبز و اسلحه‌ای که به سمت سینه‌ات نشانه رفته. برادرم، نفست را در راه خانه بریدند، اما کدام کوه و در و جاده هست که دلتنگ نفس کشیدن‌های بین راهی شبانت نشود؟ به زور سرب داغ کولت را از روی شانه‌ات انداختند، اما از این پس کدام کوله پشتی است که هوای شانه‌ات را نکند؟ راستی برادرم، از مرز زمین و آسمان که رد شدی، ما و دیگر کولبرهای زمین را فراموش نکن. نیوه شوا کاتی خوا رولی دا یالا یالا یا شوا روانی بابا مکا ما برسا بودنینا یا نیوه شوا کاتی خوا رولی دا